شب دوشنبه 20 فوریه سال 2023 در جنوب ترکیه و شمال سوریه بعد همگی 2 هفته زمین‌لرزه‌های پرقربانی روز 6 فوریه با 2 زمین‌لرزه دیگر اقتدارشان طبق جدول ریختر 6.4 بال و 5.8 بال تکان داد. اگنسی حالتهای فوق‌العاده ترکیه خبر داد که زمین‌لرزه اول ساعت 20:04 دقیقه به وقت محلی رخ داده. بعد چند دقیقه زمین دوباره جنبید. سلیمان سویلو وزیر کارهای داخلی ترکیه خبر داد که بر اثر این آفت طبیعی 3 نفر در شهرهای انطاکیه، سمندوق و دفنه به هلاکت رسیده. دست کم 213 کب دیگر جراحت برداشتند. او از ساکنان دعوت کرد که وارد بناهای آسیب دیده نشوند. بنا به خبرها در جنوب ترکیه 10,000 نفر با وجود هوای سرد از ترس تکرار شدن زمین لرزه شب را در کوچه ها روز کردند. شاهدان درباره خرابی‌ها در شهر انطاکیه ولایت خطای در جنوب ترکیه خبر می‌دهند. این ولایت بر اثر آفت‌های طبیعی روز 6 فوریه آسیب اعظم بیشتر دیده بود. زمین لرزه‌های نو خرابی‌آور در ترکیه و سوریه در پی زمین لرزه‌های پرقربانی است که روز 6 فوریه در این دو کشور حدود 50,000 کشته به جا گذاشت. طی این 2 هفته مرکزهای زلزله‌نگاری در منطقه بیش از 6,000 پس زمین لرزه را ثبت کردند، ولی بنا به گزارش خبرنگاران BBC در منطقه اقتدار 2 زمین لرزه‌ای که شب 20 فوریه رخ داد خیلی سنگین تر بود. بنا به خبرها لرزیدن زمین را ساکنان در مصر و لبنان نیز حس کردند.